شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حمد و ثنا و ستایش مر آن خدایی راست که خالق آسمان ها و زمین است. درود و صلوات بر روح پرفتوح سید عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم. بیننده های محترم تلویزیون ملی افغانستان، دوستداران خوب برنامه شهر رمضان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز، روزه ماه مبارک رمضان بر همتان مبارک باد. هر روز قابل ازی است که ماه مبارک رمضان را، روزه گرفتنش را باید مبارکی بگوییم. در این شبهای مبارک، در این روزهای مبارک، در این اوقات مبارک که الله متعال تمام رحماتش را بر بنده هایش ارزان کرده، بیاین که هر لحظهش تبریک بگوییم، مبارک بگوییم. دوستان عزیز، وقت نشر برنامه خاص افطاری یعنی برنامه شهر رمضان فرا رسیده و بسیار شادمان هستیم، بسیار خوشحال هستیم از این که با پیشکش نمودن همچون برنامه در خدمت شما دوستان، عزیزان، هموطنان گرامی، روزداران متدین قرار داریم. امید زیر داریم که الله متعال اجر بزرگ نصیب همه ما شما بکنه. دوستان عزیز، چقدر زیبا است که یک حدیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم را براتان بخوانم و انشالله که با میمان هم در مورد امو حدیث صحبت خواهد کردیم. جنابشان مهربانی میکنن که یک دروازه از در جنت به نام ریان و این دروازه مربوط روزدارای محترم است. چه حدیث مبارک دیگر پیامبر ما صلی الله علیه و سلم ارشاد میفرمایند، مهربانی میکنن، در می افشانن و میگن که وقتی که ماه مبارک رمضان داخل میشه فکر کنین که دروازه های جنت باز میشه، دروازه های دوزخ بسته میشه و تمام شیاطین بزرگ و کوچک اینا همشان به زنجیرها کشیده میشن. امید زیر داریم که پیرامون امید و حدیث شریف با مهمان عزیز هم انشالله صحبت و بحث میکنیم، بر ما شما تماما روشن بسازن، بر ما شما تفسیر بکنن. خب دوستان عزیز، در برنامه باز هم طبق معمول تلاوت قرآن کریم داریم که جناب قاری صاحب انشالله که تشریف خواهد آوردن، سوال روز را داریم، گزارش ولایتی داریم، صحبت با مهمان عزیز داریم، صحبت با آشپز داریم، تمام اینمی مسائلی که بر شما یاد کردم یکی پای دیگر تقدیم حضورتان میکنیم. اما پیش از او میریم که تلاوت آیات قرآن کریم را از صدای زیبای قاری صاحب خلیل الله خلیل بشنویم. چه زیبا میخوانند ماشاءالله، چه زیبا صدا دارن، چه زیبا با تجوید قرآن ادا میکنن. جناب قاری صاحب خیلی خوش آمدید، صفا آوردین، مانده نباشین. ماشاءالله 15 روز از رمضان گذشته. چطور هستی با رمضان؟ چطور است؟ الحمدلله بخیر، خیلی خوب است. گفتی کم ضعیف شدی یا نه؟ والله بس میشه ضعیف خواهد طبعا والله کمک خسته اما که ما همیشه یاد میکنم از نشانه های شخص روزدار امی است که نحیف شوه، لاغر شوه، خسته باشه، بیخواب باشه. درست است؟ بالکل واقعی. انا میترس وجه مبارک. به خدا مهربان است. ان شاء الله 15 روز گرفتیم. 15 روز دیگه باشه. شام امید داریم که الله متعال توفیق نصیب ما بکنه که کم حقه روزه بگیریم. بین قرآن بخونین که همه طور سرشار شویم از لذت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون
بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین یا رب العالمین. خداوند براتون خیر بده جناب قاری صاحب، ماشاءالله بسیار زیبا قرآن خواندین. به خیر و عافیت باشین، سلامت باشین، خدا اجر بزرگ نصیبتون بکنه. بسیار زیاد تشکر. بینندگان عزیز، میفهمم که انتظار هستین که سوال روز را براتون بخوانم. همین کارو میکنم. بیاین شما هم توجه کنین، اسکرین تون سلب کنین، تلویزیون تون توجه کنین. سوال روز براتون میخوانم، شما هم دقت بکنین. هر هموطن عزیز ما که جواب درست را پیدا کردن، باز انشالله که جواب برای ما روان بکنن. سوال امروز ما قرار ذیل از حکم کفاره روزه ماه مبارک رمضان بالای مستحقش چی است؟ ما دعوت میکنم شما را که در پرده های تلویزیونتان سوال را دقیقاً چیزی که من میخوانم شما هم را درست ببینین. حکم کفاره روزه ماه مبارک رمضان بالای مستحقش چی است؟ 4 گزینه داره: الف واجب، با سنت، جیم مستحب و دال فرض. هر هموطن عزیز ما، خواهر و برادر ما در هر جایی که هستن، در هر جایی که برنامه ما را میبینند، تماشا میکنن، اگر جواب درست را میفهمند به شماره واتساپ 0787 88 80 50 شماره تلفن در اسکرین تلویزیونتان هست. خوب سعی دقت بکنین. هر کسی که جواب درست را میفهمه در شماره واتساپ 0787 88 80 50 فقط پیام بگذارن، در واتساپ پیام بگذارن، زنگ نزنن. من هر روز شاهد هستم، هر روزم تکرار میکنم. همکارای عزیز ما، کسایی که در اونجا شماره را میرسانن، آقای صافی، آقای هاشمی، آقای گردیوال، فریجان احمدی، اونا کلشون میگن که همکارا دوستا زنگ میزنن.
زنگ اگر بزنین هم زیای وقت برای شماست هم برای ما هست. متوجه باشین که فقط پیام بگذارین. از هر کسی که پیامش درست رسید، جواب سوال درست بود، انشالله که قرعه کشی میکنیم و وقت قرعه کشی کردیم اینمو بسته غذایی را که از طرف عزیزی بانک، عزیزی گروه و بانک اسلامی تهیه شده، انشالله که برای زمو کسی که قریش برآمده برای انشالله که تسلیم میکنیم. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه مهمان عزیز و عالی مقدار داریم، جناب مفتی صاحب مدثر صفایی. ازشون خواهش میکنیم که تشریف بیارن پیرامون مسائل مهم رمضان صحبت میکنیم. بینز خیلی خوش آمدید. صفا بردین. خیر باشید. مانده نباشین. سلام. جلسین. الحمدلله. یالا میره بریم. جناب مفتی صاحب خیلی خوش آمدید. خوش باشین. رئیس محترم سلامت. رمضان بر شما مبارک باشه. الحمدلله. سلامت باشین. جزاک الله خیر الجزا. مایک و کمره تلویزیون ملی در اختیار شماست. با هموطنان یک سلام کلام کنین. باز ان شاء الله که صحبت میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت تمام بینندگان عزیز و روزداران ماه مبارک رمضان، الله بزرگ قبول طاعات، عبادات، روزاها، قیام شب و تمام حسناتی را که دی ماه رمضان که دی اول گذشت و دی مغفرت هستیم، پروردگار را همه اعمال نیک ما را یک کشتی نجات هم به دنیای ما و هم به آخرت ما الله بزرگ بگرداند و قبول درگاه خود بگرداند. الهی آمین. بخیر و سلامت باشین. جناب مفتی صاحب ماشاءالله 15 روز از رمضان گذشت. چطور بود؟ الحمدلله. خیلی یک ماه پربرکت. ماه بسیار خوب. واقعا. ماه بهتر و خوبتر. شب و روزم برابر، نه سردی نه گشنه باشیم، نه تشنه و نه خسته و زلال. یک ماهی که همینطور بسیار قناعت بخش است. جناب مفتی صاحب در دهه دوم رمضان یعنی دهه مغفرت قرار داریم. بله شما. دهه رحمت را خداوند سر ما شما گذاشتان و خدا را سپاسگزار هستیم از اینکه یک بار دیگر فرصت در زندگی ما ایجاد کرد که به رمضان رسیدیم و روزه گرفتیم. دهه رحمت گذشت، در دهه مغفرت هستیم. برین سر فضایل دهه دوم کم صحبت بکنین، باز مسئولات مشخص خدا از شما دارم. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عالی است. این حدیث را به خاطر گفتیم که دی مغفرت است. پیام این حدیث مغفرت است. بله. چون دی مغفرت است، پیام این حدیث مغفرت است. پیغمبر علیه الصلاة و السلام که حکیمی امت بود، پیغمبری که گپش در عصر خود در زمان خود نبود، از زمان خود تا به قاف قیامت سخنان پیغمبر علیه السلام در هر زمان مطابقت داره و مطابقت میکنه. هر کسی که روزه را از ایمان و از اخلاص بگیره، از ایمان بگیره، از اخلاص بگیره، بخشیده میشود گناه متقدمش. غفر له ما تقدم من ذنبه. بخشیده میشد گناهی که پیش از رمضان انجام داده. کدام گناه؟ کدام گناه بخشیده میشه؟ گناه صغیره. بعد از گناه صغیره هم که بخشیده میشد، گناه هم که دو جنبه داره که یکی حقوق الله است، یکی حقوق العبد. گناهی که حقوق الله باشه، صغیره باشه، حقوق الله باشه، پروردگار به برکت روزه رمضان این مورد بخشش قرار میگیره. برو اگر یک نفر گناه صغیره نداشت، کبیره داره، صغیره نداره، آدمی پاک است، یگان مرحله یگان مرتبه از پیشش سهوا یگان گناه کبیره سر زده، اما بسیار با احتیاط زندگی کرده، گناه صغیره نداشته. این حدیث کجا میره؟ این حدیث کارش چی میشه؟ علما در این فیصله میکنه که کاری حدیث همی است که بالای گناه کبیره تخفیف میاره. اگر صغیره نبود، چون که سر گناه کبیره تخفیف میاره، یعنی 50% میسازش. هر عملی که مورد بخشش گناه صغیره باشه، اگر نباشه گناه صغیره نباشه، باز برمیگرده به طرف گناه کبیره را سرش تخفیف میاره. بنابراین اساس یکی از ویژگی های رمضان اخلاص است. با اخلاص روزه گرفته شود و ایمان است. اخلاص ما در روزه از کجا دیده شود؟ ما چطور به روزه خود اخلاص نشان بدیم؟ روزه را که ما در اخلاصی که ما به روزه نشان بدیم، در اقوال خود، در رفتار خود، در کردار خود،
تفاوت بیه به نسبت غیر رمضان. بله. یک کسی که روزه بدن روزه داره بسیار محتاطانه زندگی میکنه، از پیش دروغ نروه، باید احتیاط بکنه، دروغ نگویه، غیبت نکنه، چرا روزه داره، به روزه خود اخلاص داره. بله بله. به حرام آغشته نشوه، لو لحب نگوه، فحش نگوه، سبب آزار و اذیت دیگران نشوه. بله. فقط به نیت ازی که من به دیهان روزه دارم و روزه ما خراب نشوه و روزه ما ثوابش کم نشوه، اینمی اخلاص در روزه است. بعد از این اخلاص ما مغفرت است که پروردگار گناه ما را مورد بخش عفو بخش خود قرار میده. جناب مفتی صاحب در دهه دوم آیا اینطور یک چیزی هست که مثلا یگان عبادت‌های خاص، یگان اذکار خاص باید آدم بکنه در دهه دوم؟ البته امیر رمضان که به 3 دهه تقسیم شده، یکیش با دیگرش ارتباط داره. بله. مثلی که خواهر و برادر باشه. ده اول که رحمت است، یک کسی که رحمت پروردگار از آن خود بسازه حتما شامل مغفرت میشه. بله. وقتی شامل مغفرت که شد، بعدیش که خلاصی از آتش دوزخ است شامل از اون میشه. بله. اگر کسی رحمت ده اول تنبل باشه و سست باشه نگیره، برای مغفرت گرفتنش هم سخت است. بله. بعد از او به ده آخر سخت‌تر میشه. سخت‌تر میشه. بله. عبادت در مجموع به هر 3 ده هیچ کدام تفاوت نداره. عبادت است. بله. نماز است، روزه است، یا مثلا دیگر اعمال نیک است. اذکار است. اما دعا وجود داره. بله. دعایی که تده اول است، ما بسیار کوشش کنیم که ده رحمت است، دعای رحمت کنیم، دعای رحمت خدا رو به خود جلب بکنیم. ده مغفرت دعایی است که باید ما مغفرت خدا رو بر خود بگیریم. سبحان الله. آن دعایی را که سبب مغفرت و بخشش پروردگار قرار میگیرد، مسلمان امون دعا بکند. بله. مثل که در آیت قرآن کریم میآید که از زبان پیغمبر خدا میآید که من روزی 100 مرتبه مغفرت طلب مغفرت میکنم. بله. در حدیث میگه روزی 100 مرتبه من طلب مغفرت میکنم. روزی 70 مرتبه من طلب مغفرت میکنم. در حالی که پیغمبر خدا معصوم است. بله یقینا. پیغمبر است. برش نه گناه صغیره و نه گناه کبیره قید است. وی که روز 70 ولی باز هم استغفار میگه. روز 70 مرتبه در حدیث میاد، در آیت روز 100 مرتبه در حدیث میاد که من روز 100 مرتبه طلب مغفرت میکنم. جناب مفتی صاحب بسیار موضوع خوبش یاد کردین، بسیار موضوع خوب را یاد کردین. حتما بیننده عزیز ما هم توجه خود دارن که موضوع استغفار را یاد کردین. لفظ مبارک استغفار به چندین شکل آمده. کدامش آسان‌تر، کدامش بهتر؟ بعضی کس استغفار میگه. فقط هم استغفار نیست، استغفار است. استغفار. بله. به ارتباط قاعده ای که ما در عربی خود بیاریم، استغفار جمع است، استغفار مصدر است. خب. طلب مغفرت کردن. استغفار باشد. استغفار نیست. خب استغفار. بله. طلب مغفرت. ولا فقط هم استغفر الله. استغفر الله ربی من کل ذنب و اتوب الیه. پروردگار طلب مغفرت میکنه. کلمات کوتاه و بسیار موجز. طلب مغفرت میکنه تو از تمام گناه و تو بسوی تو توبه میکنه، بسوی تو رجوع میکنه. استغفر الله ربی من کل ذنب و اتوب الیه. طلب مغفرت میکنم از تمام گناهی که مرتکب شدم و رجوع بسوی تو میکنم. این کلمه استغفار ده مغفرت است. و علما نوشته میکنه که رحمت پروردگار یا مغفرت پروردگار بهانه طلب است. بهانه میطلبه. معلوم نیست که ما به چی عمل مغفرت شدیم، به چی عمل بخشش شدیم، به چی عمل رحمتی پروردگار به ما آمده ما ندانستیم. به بسیار عملای اندکی هست که پروردگار از او عمل خوش میشه و عمل مورد مغفرت ما قرار میده، مورد شامل شدن رحمت ما به خودش قرار میده. عملی است که بسیار ناچیز است. به این خاطر است که پروردگار در آیت قرآن میگه فاستبقوا الخیرات. شما به کارهای خیر سبقت بکنین. این یک چیزی گم شده است، یک راز پنهان است که شما در این عمل بخشیده میشین، در این عمل بخشیده میشین، در این عمل بخشیده میشین. عمل نیک در یک عمل اینمی پنهان و پوت شده و گم شده است که مسلمان همیشه مشتاق عمل نیک است که رضای پروردگار در کدام عمل است. بنان شب روز مسلمان پیش عمل نیک غرق است. با خیر و سلامت و عافیت باشین جناب مفتی صاحب. بسیار تشکر از تشریحاتتون. اگر لحظات برای ما وقت بتین یک بار آشپزخانه برم ببینیم که آشپز ما چی کرده، نشه که ما صحبت خود کنیم گرم صحبت باشیم و افطاری خام مانده باشه. من یک بار برم اجازهتان باشه. بیننده عزیز میخوایم که یک بار آشپزخانه برون
آقای قیام الدین جلالی را از نزدیک ببینم، پرسان کنم که چی کردن. سلام علیکم و رحمت الله. عزیز برادر چطور هستی؟ چطور هستی؟ بخیر هستی؟ صحتت خوب است؟ چی کردی؟ چی پخته میکنی؟ چی پخته کردی برای ما؟ برانی بانجان آماده کردیم بخیر. خب برانی بانجان دیگه از بهترین سوپ است، سوپ ترکاری است. سوپ خوب دیگه سمبوسه داریم، کارایی گوشت مرغ کچالو است، پلاو. والا خدا خیرت بده. یک کار بکن در حال جور کردن. زنده باشی. یک کار بکو که همونطور که پیشتر از راه من می آمدم یک دو سه پیام را گرفتم از هموطنای عزیز ما، از بیننده‌های خوب ما. یک کس خواهش کرده که امی ترتیب پخته کردن سوپ را یک بار تشریح کنی. من یقین دارم که هموطنای عزیز ما، خصوصا خواهرها و برادرای عزیز ما، مادرای محترم ما، کسایی که در ماه رمضان و غیر رمضان در آشپزخانه می باشن، سوپ یاد دارن. خود سوپ انواع مختلف داره، نه؟ سوپ رقم است. اینا می رقم که شما سوپ ترکاری آماده کردیم. خب همین ترتیبش بگو که مثلا از چی شروع کردی؟ او کلیگ میپامه که میپرتیم دیگه. خلال زردک داره، جواری انداختیم، سمارق انداختیم، نخود انداختیم. اول آب جوش کردیم. آب در حالت جوش خوردن. چیزای دیگر نمک چینایی است، مرچ سیاه، نمک چینایی، کمک زیره میده، کمک گشنی چه میده، نمک ساده و می گالین بلانکو کسی اخنی مرغ غذا انداختیم. دیگه مواد دیگه است، پاکتکی است، سزو انداختیم یک ذره. یعنی به مدت چقدر وقت اینمی که جوش بخوره باز همی به قیام برسه؟ وقت داشته باشن یک نیم ساعت جوش بخوره، کمی مواد کلش پخته شوه و ذائقهش برای از زردک و مرچ دورمه و ترکاری که داخلش است. دیگه بعد از یک ذره کم فلاور رو میکنیم، داخلش میپرتیم، بخیر سوپ ما آماده میشه. یک حالت بستر به خود میگیرن. ان شاءالله که هموطنای عزیز ما، خواهرای محترم ما، مادرای محترم ما، دخترای ناز ما، وقتی که برنامه را دیدن حتما اینمی ترتیبی که شما گفتین او را یاد گرفته باشن و یک سوپ مزه‌دار برای افطار پخته بکنن. مگه امروز چیز اضافه کنن که رنگ و رخشان برابر میشه. مگه امروز میخواستم که بیایم همی ترکاری تا ریزه کنم، توته و پرچه کنم که یادم یک ذره بگیرم. من خود اگه نه برات گفته باشم که من خوب آشپز هستم. خب امروز که تو کمک میکردم و دیدم که کل کارت کردی، ان شاء الله یک روز دیگه شاگردت میشینم. صحیح است نه؟ بخیر باش، سلامت باش. بسیار تشکر. جناب مفتی صاحب، ضرور بود که یک بار آشپزی را میرفتم سیل میکردم، نشه که برادر ما یک دفعه نمکش از یاد پرته و ما شما از افطار کردن بانیم. موضوع مشخص را که جناب مفتی صاحب خواستیم پیرامونش صحبت بکنیم. ما پیشتر یک حدیث مبارک را در ابتدا خواندم در مورد دروازه‌ای که نامش ریان است یا باب الریان. بین امی باب الریان بر ما یک بار معرفی کنین که چطور یک دروازه است. من خب فقط لفظ حدیث خواندم که این دروازه مربوط روزدار است. بفرمایید امیر تشریح کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. و عن سهل ان النبي صلی الله علیه و سلم قال ان فی الجنة بابا یقال له الریان لا يدخل منه الصائمون یوم القیامة لا يدخل منهم احد غیرهم. پیغمبر علیه الصلاة و السلام مهربانی میکند که بر روایت حضرت سهل که در جنت یک دروازه هست به نام دروازه باب الریان. از این دروازه هیچ کس داخل نمیشود جز روزداران. وقتی که روزداران داخل شد این بسته است دیگه، هیچ غیر از روزدار دیگه داخل نمیشه. این راز است. یکی از کیفیت های باب الریان این است کسی که از این دروازه داخل شود هیچ تشنه نمیشه. همیشه وقت بشاش، تازه، خوش، سیراب. لیکن در بالای این حدیث که دروازه های جنت 8 دروازه وجود داره، یک دروازه باب الریان است. اما داخلی دروازه هاست. یک دروازه عمومی است. خب بسیار خوب. این نیست که از این یک دروازه ختم یک دروازه باشه آدم داخل باغ بهشت شود. از این دروازه عمومی که به نام باب الریان است که صائمین داخل می شود، داخلی دروازه باز دروازه هاست که هر کسی به جای مقام و جایگاه خود می رود. بله. 8 دروازه است، مربوط 8 عمل است.
بسیار خوب، بسیار خوب. یکیش باب ریان که مربوط روزدار داخل میشه. دروازه هست که به نام باب زکات، کسایی که زکات میده او داخل میشه. بسیار خوب. کسایی که حج میرد از دروازه حج، دروازه نماز، دروازه اخلاق حسنه، دروازه اخلاق کار نیک، در مجموع 8 عملی که مربوط 8 دروازه میشه، هر کدامش داخل میره به داخل جنت. بسیار خوب. سوال اینجا میشه که کسی که از دروازه زکات داخل میشه، یک روزه هم میگیره. کسی که روزه میگیره، حج هم میره، زکات هم میکنه، میده دیگر عمل داره. خیلی چطور دیگه یک دروازه به برایان روزدارا داخل میشه و دیگه دروازه حج، دروازه زکات و دروازه نماز، در حالی که کسی که نماز میخونه، روزه میگیره، زکات دستش میده، حج میره و اخلاق نیکی داره، از دیگه در مربوط دیگه دروازه میشه. چطور دروازه به برایان یک صایمون داخل میشود. بله. یکی از جمله کیفیات نسبت به دیگه دروازه‌های دروازه‌ای است که روزدار داخل میشود، این مربوطی قبولیت عمل است. بله. هر عملی که فیصدیش بالا باشه به پیش پروردگار قبول شده باشه، هر عملی که فیصدیش به پیش پروردگار تایید شده باشه، قبول باشد، اهل عمل از اون دروازه داخل میشه. بسیار. کسایی هست که از دروازه زکات میره، به نسبت به دیگه عملش زکاتش قبول بوده. کسایی هست که از دروازه نماز میره، به نسبت به دیگه نمازش بهترین عمل بوده که خدا قبول کرده. یا از دروازه حج، یا از دروازه جهاد، یا دروازه اخلاق حسنه، در مجموع هر عملی که به پیش پروردگار مورد تایید باشد، مسلمان از داخل مربوط دروازه داخل جنت می شود. بله. هیچ کسی نیست که از این دروازه ها مشترکاً داخل شود. بله. و اگر هر کسی از هر دروازه داخل شود، بازم جنت است. امتیاز چی است که باید که از هر دروازه داخل شی؟ بله. امتیاز همی است که دلالت میکند به کرامت و عزت و شرافت یک شخصی که از 8 دروازه جنت بر صدا زده که او بگه از من داخل شد، او بگه از من داخل شد، از من داخل شد. این 8 دروازه بجز از حضرت ابوبکر صدیق دیگه در انتظار هیچ کسی نیست. ماشاءالله، سبحان الله و بحمده. چی امتیاز بزرگه؟ یعنی به این معنا که حضرت ابوبکر صدیق هر عمل کرده 100% تایید ده. توسط پیامبر ما صلی الله علیه و هر عمل که ابوبکر صدیق کرده، نماز خوانده، نمازش 100% تایید قبول با تمام شرایط. اگر روزه گرفته، روزش مطلق قبول با تمام احکام و شرایطش، زکاتش، حجش، روزه، نمازش، جهادش، اخلاق حسن و نیکی که داشته، به نسبت به دیگه صحابه حضرت ابوبکر صدیق در درجه اولا قرار داره که 8 دروازه دروش باز است، انتظار است. دروازه زکات میگه از من داخل شو، دروازه نماز میگه از من داخل شو، دروازه روزه میگه از من، دروازه زکات، حج، اخلاق، هر کدامش در انتظار حضرت ابوبکر صدیق از داخل شو. پس به این منظور است که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم یعنی لقب مبارکشان را گذاشتن از حضرت ابوبکر صدیق تقی اومد. تقی اومد. بنابراین اساس این تمثیل میتاد، گفتم مثل یک نفری بسیار بزرگ، یک نفری بسیار صاحب رسوخ اگر در یک محل و یک منطقه بره، کل در انتظار است که خانه ما بیاید. و خانه هر کسی که بره خوش است که فلانی خان خانه ما آمد. سبحان الله. و چون که حضرت ابوبکر صدیق 8 دروازه در انتظارش است، هر 8 دروازه انتظارش است که به پیش ما داخل شو، برو داخل جنت. رفتن ابوبکر صدیق به هر دروازه افتخار بر دروازه است. سبحان الله و بحمده. چون که عملی بسیار بهتر و خوبتر کرده، از امود 8 دروازه صدا می شود. اما دیگه مسلمان ها متفاوت از حضرت ابوبکر، هر دروازه‌ای که مختص و عملی که بهتر و خوبتر انجام میده، از اون دروازه داخل میشه. از اون دروازه داخل جنت میشه. و باب ریان دیگه مربوط میشه به باب ریان مطلق به باب روزداران است و کسانی که روزی بهتر و خوبتر گرفته به نسبت به دیگر عملشون که روزیشون بسیار خوب، بس تمام شرایط روزه، از مفسدات، از مکروهات، از تمام روزه ها که این خدا بهتر و خوبتر نگاه کرده، روزش قبول است، از دروازه باب ریان داخل میشه که متفاوت از دیگه دروازه که بهترین دروازه است. بخیر. از دروازه زکات هم را خوب داخل جنت است. بله. اگر از دروازه نماز هم را داخل جنت است. لکن امتیاز باب ریان امی است که از این دروازه کسی داخل شد چنان نمیشه. جناب مفتی صاحب، ما پیشتر یک حدیث مبارک را خواندم، مضمون حدیث را پیشتر یاد کردم. مراد از بسته شدن دروازه های دوزخ، مراد از باز شدن دروازه های جنت و مراد از بسته شدن شیاطین در حدیث همی است. چی هست؟ پیغمبر علیه الصلاة و السلام مهربانی میکند که وقتی که در رمضان بیاید، در یک روایت میگه جاء رمضان،
در دیگر روایت میگه زاد داخل رمضان، یا داخل شهر رمضان یا رمضان بیاید، دروازه های جنت باز میشه. در یک روایت میآید، در یک روایت میگه دروازه آسمان باز میشود. بله. در یک روایت میگه که فتحت ابواب الجنت و در دیگر روایت میگه فتحت ابواب السما، دروازه های آسمان باز میشه. بسیار و دروازه دوزخ بسته میشه و شیطان ها در زنجیر بسته میشه. لفظ حدیث یعنی مقص، اما تشریحات حدیث، تحقیقات حدیث بسیار زیبا و جانان است. علما از این است یک مسئله استنباط کرده که دروازه های آسمان باز میشه. بله. و آمدن این رمضان که رمضان میاد دروازه آسمان باز میشه، استنباط میشه که جنت در آسمان است. بسیار جنت بالاست، در آسمان است. هدف حدیث امی است که عملی که مسلمان انجام میده سبب رفتن جنت میشود، این رمضان است. سبحان الله. آمدن این رمضان است. عملی که مسلمان را به جنت وصل میکنه، عملی که مسلمان به جنت وصل میشود رمضان است. صیام است، قیام است، تلاوت است و اطاعت است، عبادت است، دوری از گناه است، فسق است، فجور. او طرف بند، این طرف باز. این عملی است که مسلمان را به جنت وصل میکند و حدیث پیغمبر هم هدفش همی است که عملی مسلمان زیاد میشه، سبب میشه که دروازه جنت برش واسه و طرف جنت برود. جنبی که دروازه دوزخ بسته میشه، دروازه دوزخ به این خاطر بسته میشه که مسلمان در رمضان یک عمل انجام نمیده که مستحق دوزخ شود، باید انجام نده. بنابراین دروازه دوزخ بسته مثل که در یک دروازه که اگر باز باشه هیچ کسی که به اونجا رفت آمد نداشته باشه، حکیم بسته است بگوید که هیچ کسی جنیس بسته است. اگر چی باز است، هیچ کس رفت آمد نداره، مشتری نداره، مراجعی نداره، ما میگیم بسته است، کسی نمیره. و یک عملی که مسلمان انجام بده در رمضان که خدای نخواست سبب رفتن به دوزخ شد، یک عمل در رمضان نیست، باید نباشه. این یک عمل از مسلمان تصور نمیشه. رمضان یک طرف، گناه دیگر طرف به موج بزنه و مسلمان مرتکب گناه شود. از مسلمان این تصور نمیشه. بنابراین اساس است که لاوالای حدیث پیغمبر خدا که دروازه دوزخ بسته است، کس نمیره. عملی که یک انسان انجام بده که او مستحق به دوزخ شود نیست. و مراد شیاطین بسته بود. شیطان ها به زنجیر انداخته می شود. البته این شیطان های جنی است، نه انسی. خب شیطان های جنی به زنجیر انداخته می شود، از وسواسی کرده می شود، از او مثلا عاجز می ماند. با شیطان های انسی کاری خدا میکنه. اول هم روان است، اما قسمی که پیش از رمضان روان بود، الان در رمضان هم اما شیطانات منافقتی خدا بعضی مسلمان ها دو از ما باشد دارد. و دیگه چه تو بعضی گناه با صورت میگیره، به طرف شیطان بند و بعضی مسلمان ها بعدم مرتکب یک جرم جنایت میشود. در اینجا دو مسئله گپ است. یکی مسئله است که وسواس شیطان آنقدر قوی است و بعضی مسلمان ها آنقدر کار کرده که اگر 100% در رمضان کار نکنه 50% کار میکنه. یک. و دومش گناهی را که مسلمان در رمضان میکنه از آدرس نفس است، از آدرس شیطان نیست. از آدرس نفس خودش. امارتون بسو. نفسی که بسیار سرکش بوده، نفسی که بسیار طغیان کرده، در رمضان هم این مهار نتونسته، بنابراین مرتکب جرم جنایت است که از آدرس نفس نه شیطان. و در این شکی نیست که شیطان ها در رمضان زنجیر کرده می شود، بند کرده می شود و مسلمان ها از آدرس شیطان هیچ عملی را انجام دادن نمیتونه. اگر انجام میتن یا به وسواس سابقه‌ای که شیطان سر از حاکمیت داشته یا از آدرس نفس امارت. جناب مفتی صاحب، الله متعال جل و علا شأنه در قرآن مقدس چقدر زیبا میفرماید که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. چطور روزدار باشیم که به درجه تتقون برسیم؟ هدف از رمضان تقواست. پیام یا آخرین آیت قرآن کریم تقواست. لعلکم تتقون میآید. ما در لغت عرب در قاموس و در قانون عربی کلمه لعله داریم. لعله چپ از قرآن در هر جایی که در عربی استعمال شده به معنی شک و تردید است. شک و تردید است. شاید نشود، شاید نشود لعلکم. اما وقتی که لعله در قرآن بیاد، قرآن محل شک و تردید نیست، به معنی یقین میآید. یقین میآید. لعلکم تتقون، یقینا شما متقی میشین. یقینا روزه سبب تقوای شما می شود. یک کسی که در یک ماه رمضان با واقعا چیزی که پیغمبر خدا گفته، شریعت به ما گفته، در جریان روزه داشته بود،
دروغ نگو، غیبت نکو، حرام نخو، فسق و فجور و فحشا نگو. و حدیث پیغمبر خدا میگه که اگر کسی با تو مشاجره جنجال و لفظی کرد برش بگو من روزه است. پیام من روزه هستم. یک کسی که در یک ماه خدا یک سمینار الهی، یک کنفرانس، یعنی کنفرانس یک سمیناری آسمانی از آسمان بری امت پیغمبر خدا آمده، وقتی در یک ماه عمل بکنه دیگه خود یقینا متقی میشه، عادت میکنه. این دیگه ترک دروغ است، ترک غیبت است. این عادت میکنه به عبادت، عادت میکنه به تقوا، عادت میکنه با آن چی که در رمضان انجام میده بود به غیر رمضان هم که انجام میده. این نفر متقی میشه و این نفری هست که از آدرس رمضان تقوا الهی نصیبش میشه. تقوا الهی است. و راز در رمضان هم یکی از پیام‌های رمضان جز کلمه تقوا که مسلمان ها در 11 ماه دیگر از تقوا دور میشن، فاصله میگیرن، بیگانه میشن، مصروفیت دنیا، مشغولیت دنیا اینا را با خود میگیره. و در رمضان فیصدی باید که به دنیا باشیم، دیگر اکثریت روزی خدا، زمانی خدا، عمر خدا به عبادت، به نماز، به تلاوت، به کارهای خیر انجام بدیم که یعنی برای ما یک پیام تقوا را به غیر از رمضان برای ما عملی بسازه و عملی بکنه. تقوا در رمضان یک کسی که بندگی در یک رمضان با جای را نمیگیره. اگر تاثیر رمضان به غیر از رمضان هم بالای مسلمان بود ما میگیم تقوا است. ان شاء الله. اگر ای که یک نفری که در یک ماه رمضان پایبند جماعت، پایبند عبادت باشه، بعد از او همون نفری سابق باشه، پس معلوم میشه که رمضان به تقوا نداره. این رمضان برای کم تاثیرگذار نبوده. ان شاء الله بس بعدی که پیغمبر خدا درباره رمضان چی گفت ان شاء الله بحث میکنیم. بخیر عافیت باشین جناب مفتی صاحب. دوستان عزیز، همکار عزیز ما اشاره کردن که یک راپور ولایتی را آماده ساختن از ولایت تخار است. بیاین که همین راپور ولایتی را با هم یک جا ببینیم، بشنویم، ببینیم که حال و هوای رمضان شریف در ولایات ما چه رقم است. این با هم میبینیم، میشنویم، ان شاء الله که باز هم در خدمت قرار میگیریم. شام‌های رمضانی و هموارسازی سفره‌های افطاری در شهر طالقان مرکز تخار. سفره‌هایی که با غذاهای لذیذ و متنوع محلی رنگین شده ثروتمند و فقیر از آن بهره‌مند می‌شوند. شماری از علمای دینی تخار در حالی که از تلاش‌های مردم به خاطر هموارسازی دسترخوان افطاری در مساجد به خاطر روزه‌داران ابراز خرسندی نموده و تاکید دارند کسانی که در ماه مبارک رمضان به روزه‌داران به اندازه یک خرما افطاری می‌دهند، خداوند متعال در برابر این عمل ارزشمندشان 10 برابر پاداش خواهد داد. در ماه مبارک رمضان چون ماه رحمت است، ماه مغفرت است، ماه آزادی از آتش دوزخ است، در اینجا یک اندازه دیگه ترحم با فقرا و مساکین داشته باشند و همچنان دیگه مهربانی داشته باشند، برای فقرا و مساکین تعاون و کمک بکنند. در این حال شماری از اهالی مسجد جامع ابو مسلم خراسانی در ساحه زرگری شهر طالقان میگویند هموارسازی سفره‌های افطاری در ماه مبارک رمضان یکی از فرهنگ دینینه مردم این ولایت محسوب می شود که این کار باعث تحکیم وحدت و همبستگی بیشتر میان مردم خواهد شد. این رسم راج برشون معمول است، همیشه است و جمع شدن به معنای وحدت و یکپارتگی و برادری و همدلی است. ما از کسایی که مشکل دارن، مریض هستن، خدا نخواسته با مشکل خبر میشیم، برشان رسیدگی میکنیم، دست برادری دراز میکنیم، دستشان میگیریم، مشکلشان حل میشه. احتیاط تمام چیزایی که پرابلمایی که دارن از طریق احتیاط، از طریق نشست با مستفیدا با اینا میشینن، گپ میزنن، مشکلشان حل میشه. یک کلان یک نعمت است برای مردم. از سوی هم تلاوت قرآن عظیم شأن با صدای ملکوتی حافظان قرآن کریم در این شب‌های رمضانی به نمازگزاران آرامش و سکون قلب می‌بخشد. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. برخی از نمازگزاران از تأمین امنیت بهتر و تلاش‌های شبانه روزی نیروهای امنیتی در شب‌ها و روزهای این ماه مبارک ابراز قدردانی نموده، میگویند بیخوابی‌ها و زحمات نیروهای امنیتی امارت اسلامی
باعث شده است تا آنان با خیال راحت عبادت نمایند و راحت بخوابند. امنیت کاملا تامین است. ما از امنیتی که فعلا هست کاملا رضایت داریم. تا وقتای شب میتونن مردم با فضای آرام بیان عبادتشون بکنن در مساجد و همچنان بروند به بازارها خریداریشون بکنن. به گفته شماری از نمازگزاران، پس از حاکمیت امارت اسلامی تمام نگرانی ها و مشکلات امنیتی آنان برطرف شده است و آنان در این ماه پرفیض نماز تراویح و ختم قرآن عظیم شأن را تا نیمه های شب با آرامش خاطر برگزار می نمایند. باشندگان ولایت تخار همساله با فرارسیدن ماه مبارک رمضان با هموارسازی سفره‌های افطاری از شام‌های رمضان استقبال نموده و داشته‌های افطاریشان را با یکدیگر مخصوصاً فقرا و نیازمندان شریک می‌سازند که این کار در میان مردم به یک فرهنگ اصیل و ارزشمند مبدل شده است. عتیق الله عتیش، رادیو تلویزیون ملی افغانستان، ساحه زرگری، شهر طالقان، مرکز تخار. بازم خوش آمدین هموطنان عزیز. روزه‌داران متدین، گزارش را از ولایت زیبای تخار دیدین. چطور خوب جریان افطاری را گزارشگر عزیز ما، همکار خوب ما در ولایت تخار او را گزارش تهیه کرده بودند. چقدر زیبا امو جریان افطاری کردن را گزارش گرفته بودن، جریان نماز خواندن را دیدیم. مولوی صاحب، چطور یک سنت بسیار عالی، سنت بسیار خوب، الحمدلله و المنه، از سالهای قدیم تا هنوز در مساجد مبارک ما جریان دارن که هر کس از خانه خود کمک افطاری گرفته میان در مسجد افطار میکنن، بعد از که افطار کردن باز میرن بخیر به نماز شام یک جلسه میشن. ثواب افطاری دادن در سنت اسلام چی اندازه؟ چنانچه که پیامبر علیه السلام مهربانی میکند که هر کسی که برای یک روزه‌دار یک نصف یک خرما یا یک پارچه خرما را یا هر آن چیزی که سبب افطار روزی ازی میشه برش بده، بله، تو روزیت افطار بکن. ثواب یک روزه چقدر هست؟ بله، که اگر اجازه بدی برای جمع ان شاء الله گفتیم. فقط در اختیار شما هستیم. چه اندازه ثواب یک روزه است؟ به می اندازه برای افطار دهنده ثواب میته، اگرچه از این روزه‌دار چیزی کم نمیشه. هیچ چیزی کم نمیشه. به اندازه ثواب همین روزه برای کسی که افطاری میته برای هم ثواب داده میشود. پس این کمایی میکنه 2 روزه را. ثواب 2 روزه، یکی روزه خودش، یکی که به کسی افطاری میکنه ثواب بدیل از هم مثل از برای یک ثواب داده میشه برش. قدر عالی است به خدا. حضرت جبرئیل یمین اعتراف میکنه که ما بسیار علمیت داده الله برم. بله. آنقدر علمیت میگه پروردگار به حضرت جبرئیل داده که اگر تمامی بحر دنیا قطرات جوش ها حساب میتونه میگه. سبحان الله. اگر تمامی ریگاه هایی که در دنیا دانه دانه حساب بکنه میتونه باشه. الله اکبر. درخت هایی که در دنیا هست، سطح دنیا ما به شما رو میفهم که چقدر درخت است. لیکن از 2 چیز من نمیتونم حسابش کنم. یکی ثواب روزه هست. بله. که اونقدر ثواب است که پروردگار میگه که از ما میتونم ثوابش. اما تو یعنی به حساب است. به حساب است. من حتی بر جبرئیل امین معلوم من نمیفهمم که خدا برای روزه‌دار چی به اندازه ثواب میده. و کسی که در شب جمعه به پیامبر خدا درود میگه، الله اکبر، این ثوابش حضرت جبرئیل اعتراف کرد، من نمیفهمم. پس برمیگردیم یک کسی که به یک روزه‌دار چیزی را افطاری میده و پیامبر خدا طرف میگه که به اندازه ثواب روزه بر افطار دهنده روز ثواب داده میشود. بله. و پیامبر خدا میگه که من از هر وقت در رمضان سخی‌تر میشم، اجود میشم، سخی میشم. اجود الناس. و این سخاوت ما هم در بین فقیرترین اشخاص میبینم. بله. به طور مثال در سر دسترخوان وقتی که افطاری آماده میشه کلگی میشینه، کسی میاره یا کسی نمیاره. بله. این نیست بخل باشه که ما آوردم تو چرا نیاوردی؟ تو چرا نیاوردی؟ بله. در حالی که گرسنه است، در حالی که تشنه است، ما با چشم سر خود میبینیم، در مساجدها میبینیم، خصوصا که ما خودمون در مسجد خود میبینیم. الحمدلله. اگر یک پارچه نان پیش یک نفر باشه نصف میگم کسی دیگه میده. سبحان الله و بحمده. اینش از تو. در حالی که اون نان برای هیچ چیزی نمیشه، خودش اناس تیر نیست. بله. و او به اون میته، او به این میته. یک قطرابی که یک گلاس آب کی یا مثلا یک جکا اگر بخوره 3 نفر میخوره. و یک مجلس تقسیم میشه. نصف به کلی تقسیم میشه. میرسه. بله.
اینی یک محبت، یک صمیمیت، یک شفقت در بین جامعه، در بین مردم، در بین این مسلمان هایی که در وسط یکدیگر در یک کوچه و محل و منطقه زندگی میکنند، بهترین پیام از این رمضان است. جناب مفتی صاحب، حالا در مسجد مبارکتان مردم افطاری گرفته میارن؟ الحمدلله داریم، دسترخوان است که من پیام امروز خودم متوجه به میگم شدم، گفتم اینو ببین که کسی هم نمیگه که تو یاردی به تو ما چیزی نمیتم، که حالا سویه تقسیم است، حالا سویه. پیش کسی که اگر یک پارچه نان باشه ببینه که پیش کسی دیگر نان نیست، اونو تقسیم میکنه، نصف به خود میگن اونو به اون میته. همون شکل اگر ببینه که پیش دیگر نیست به اون میته، به همین اندازه، اگر خرماست، اگر آب است، اگر نان است. ما امید زیر دارم که همتون عزیز ما متوجه زیگب شدن. این یک سخاوتی است که در سر دسترخوان برای مسلمان ها پروردگار یک راز حکمت داده. مسلمان ها جناب مفتی صاحب فقط کوتاه یک پیامتان برای تمام روزداران، کوتاه، بسیار کوتاه. پیام کوتاه به روزداران امی است که کمک باشه، صدقه باشه، خیرات باشه. مای بسیار خیر است، مای بخشش است، مای برکت است و نشود که خدای نخواسته به حدیث پیغمبر خدا که رمضان بگذره و ما سرپوت با گناه خود بمانیم. ایجا پاک کنیم، سینه خود پاک کنیم، قلب خود پاک کنیم، ظاهر و باطنی خود پاک کنیم. یک مسلمان مخلص نظر به پیغمبر خدا که سبب عفو و بخشش ما می رمضان شود. بسیار تشکر. سلامت باشین جناب مولوی. بسیار تشکر که در برنامه امروز اشتراک کردید. دوستان عزیز، دقیقاً وقت شنیدن و دیدن اسماء الحسنا مبارک است. به اینکه با هم یک جا اسماء الحسنا را بشنویم، بعد از دعای اذان را بشنویم، دعای افطار را بشنویم، بعد از اذان محمدی صلی الله علیه و سلم را با هم یک جا ببینیم، بشنویم و بر همگی افطار خوب خوش آرزو میکنم. دعای وقت افطار روزه. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك افطرت. یا الله، من برای تو روزه گرفتم، به تو ایمان آوردم و بر رزق تو افطار نمودم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رحمتك يا أرحم الراحمين. با خیر و سلامت باشین. بیاین قریسی، بیاین مهربانی لطف کنین یک افطاری از دست ما بگیرین. جزاكم الله. بسم الله. بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر که اعضان بسیار خوب گفتی. تشکر میکنم از جناب مفتی صاحب که امروز در برنامه با ما هستن. صحبت میکنین امرایشان چی؟ امرای قیام الدین. حتما انشالله حتما. دوستان عزیز، آخرین قسمت از برنامه که مانده انشالله او حتما اجرا میکنیم. جناب مفتی صاحب حتما یک سوپ نوش جان کردن. نظرتون چی است جناب مفتی صاحب؟ در نخری سوپ بله بسیار عالی سوپ است. یعنی از 20 نمره چند نمره برای قیام الدین جلالی بتیم شما امروز؟ نه از 20 نمره بالا باشه. خب یعنی ما آخرین نمره اگر 20 باشه باید برش 20 بتیم. باید 20 باشه. یعنی اگه چیز دیگه رو بسیار خوب پخته میکنن. خود دیگه جا سوپ هم خوب میخوریم ولی خود پیش از اینکه میخواستم بگم خودش بهترین سوپ است. خب بسیار عالی سوپی غمیت بسیار غلیظ و لیابدار. سلامت باشین، بخیر باشین، زنده باشین. دوستان عزیز، همونطوری که سوال روز را در جریان برنامه برای شما یاد کردم، آقای صافی تمام شماره ها را کسایی که پیام کردن او را جمع آوری کردن. من خواهش میکنم از آقای جلالی که امو ثبت یا بستر بر ما تسلیم کنن که آخرین مرحله قرعه کشی است. قرعه کشی رو بخیر انجام بدیم، ببینیم که کدام دوست عزیز ما، کدام هموطن مهربان ما، کدام خواهر و برادر ما برنده قرعه شدن امروز که باز بخیر فردا با اداره تشریف بیارن. جناب مفتی شما یک دونه از بردارین، قرص شما یک دونه بردارین، اما پیش خودتان نگاه کنین، پیشتان نگاه کنین. برای ما بتین جناب مفتی صاحب میره بخونم. بسم الله. مفتی صاحب 2 دونه شما گرفتین. یک دونه میگرفتین. یک دونه میگرفتین. از این 2 دونه یک دونهش انتخاب کنین برای ما بتین. دیگه شما اونجا نگاه کنین باشه. دوست عزیز ما، هموطن خوب ما، کسی که برنده شدن شماره را بر شما میخوانم. 0730 45 89 01. یک بار دیگه میخوانم. 0730 45 89 01. یک بار استاد جیلانی را خواهش میکنم که امی شماره را یک دفعه در کمره خوب زوم بکنن. هموطن عزیز ما متوجه شماره که خود شون انشالله که اجرا شده باشه. بتین قرصه شماره نمبر 2 کسی که باز هم اینا برنده شدن که بخیر بسته غذایی را تسلیم شون بگیرن. شمارهشان از 070 45 92 311. یک بار دیگه میخوانم. 070 45 92 311. استاد جیلانی لطف بکنین یک بار کامرا را زوم بکنین. هموطنای عزیز ما، خواهر برادر ما، هر کسی که برنده امی 2 قرعه شدن فردا بخیر سرک 14 وزیر محمد اکبر خان ریاست رادیو تلویزیون ملی افغانستان اداره تعلیمات اسلامی تشریف بیارن. امو پارچه که در بین اداره ما و عزیزی بانک اعتبار داره پارچه را از ما بگیرن، باز بخیر برن امو بسته کمکی که از طرف عزیزی بانک و بانک اسلامی و عزیزی گروپ تهیه شده او را تسلیم شوند و خداوند برشان نصیب کرده از او بخیر استفاده های عظیم بردارن. یک خواهش کوچک و برادرانه دارم که فرض مثال اگر متمول هستین، اگر الحمدلله وضع اقتصادتون خوب است، اگر الحمدلله حداقل دستتون به دهنتون میرسه، ببینین در اطرافتان، در اکنافتون ببینین که اگر کسی مستحق‌تر است امی بستر برش بتین، خداوند بر شما هم ثواب بزرگ نصیب میکنه. دوستان عزیز، تا فردا خداوند یار و یاور همه ما و شما باد. الهی طاعت و عبادت ما قبول و مقبول درگاه ایزد لایزال. خداوند یار و یاورتان. الهی به سلامت باشید.